سلام، من نازنین هستم، مربی هاتا یوگا و قرار امروز با هم یک فلوی پیچ رو داشته باشیم. سطح این فلو مقدماتی هست. به حالت چهارزانو راحت یا سیداسانا سروتتون میشینید و برای لحظاتی با پشت صاف حواستون رو به نفستون میدید. آسمون کف دستان همچنان همدیگر رو میبینن و با بازدم به سمت راست چرخش انجام میدید. دست راست رو پشتتون روی زمین قرار میدید و دست چپ رو روی زانوی راست فشار میدید. نگاهتون رو میفرستید به سمت شونه پشتی و سعی میکنید یک نقطه پشت سرتون در نظر بگیرید و بهش خیره بشید. اجازه بدید پیچ کاملا توی بدنتون بشینه. به سمت مرکز برمیگردیم، دم میگیریم، دستا رو میکشیم به سمت آسمون، شونه ها رو سعی میکنیم از گوش دور نگه داریم و با بازدم خم میشیم به سمت جلو و دست ها رو به سمت جلو میبریم و اگر برامون امکان داره پیشونیمون رو روی متن قرار میدیم. توجه کنید که لگنتون نباید از روی متن بلند شه. آروم آروم به سمت بالا برمیگردیم و برای سمت دیگه دم میگیریم، دستا رو به سمت بالا میبریم و با بازدم به سمت چپ میپیچیم، دست چپ رو پشت کمر و دست راست رو روی زانوی چپ قرار میدیم. مراقبت کنید که حتما ستون مهرهاتون صاف و کشیده باشه. آروم به سمت مرکز برمیگردیم، دستا رو روی متن قرار میدیم و به حالت تیبل پوز یا 4 دست پا میریم. دم میگیریم، دونه دونه مهرهای کمر رو بود میکنیم، سر و سینه رو بالا میاریم، قفسه سینه باز هست و دونه دونه مهرهای کمر رو گرد میکنیم و به حالت گربه میریم، چونه رو به قفسه سینه میچسبیم. ادامه میدیم. اتمام حرکت گربه‌گاه دستا رو روی زمین فشار میدیم، پنجه‌های پا رو فشار داده و زانوها رو از روی متن جدا میکنیم و سعی سر پایینی. سعی کنید که کاملا سینه هاتون رو به سمت رانهاتون نزدیک کنید، با سر و دنبالچه رو به سمت آسمون بکشید و چند نفس در سعی سر پایین بمونید. نگاه رو بین دستا میبریم، با یک گام بلند پای راست رو بین دست ها میکشیم و زانوی پشتی رو آروم روی زمین میگذاریم و دستا رو صاف و کشیده به سمت آسمون میبریم. دم بازدمتون جاری باشه، سعی کنید تا حد امکان لگنتون رو به سمت جلو هدایت کنید. روی متن میذاریم، دو تا زانوها رو کنار هم میذاریم و سینمون رو بین دست‌ها و یک کم جلوتر و چونه رو روی زمین میذاریم. قوس توی کمرتون حتما داده شده باشه. اگر گردن درد دارید باید توی این مرحله پیشونی رو روی زمین بگذارید. آروم خودتون رو به سمت جلو بل میدید، سر و سینه رو به سمت بالا میارید. توجه داشته باشید چونه از گوش دور هست و آرش‌ها خمه.
و آروم همراه با دم بازدم بعدی به سر سرپایین برگردید. با یک گام بلند پای چپ رو به بین دستان میرسونید، دستان رو صاف و کشیده به سمت آسمون میبرید و سعی میکنید تا حد امکان لگدمون رو به سمت پایین هل بدید. دستان صاف و کشیده و کف دستان همدیگر رو میبینن. آروم جفت دستان رو روی زمین میگذارید. پای جلو رو به سمت عقب برده و به پلانک کف دست میایید. آروم به سعی سر پایین برمیگردید. با نگاه کردن بین دست‌ها با قدم زدن یا پرش پاها رو پشت دست‌ها برده و به حالت اوتاناسانا میرید. اگر آجر نیاز دارید و انعطاف بدنتون اجازه نمیده به راحتی خم شید، میتونید آجرها رو زیر دستتون بگذارید. دم میگیریم، به سمت بالا میریم و همراه با بازدم یک خم عقب کوچولو انجام میدیم و به حالت ایستاده یا تالاسانا برمیگردیم. میشه پای راستتون رو با دست راست گرفته. اگر تعادلتون اجازه میده میشه پای راست رو توی ران چپ قرار میدیم و اگر نه میتونید توی ساق پای چپتون بگذارید. دست‌ها رو جلوی قفسه سینه نگه میدارید و به آسانای درخت میرید. سعی کنید تعادلتون رو حفظ کنید. بعد از چند نفس پای راست رو به سمت عقب برده، پنجه پا رو روی زمین میگذارید، زانوی جلوی 90 درجه خم و دست‌ها رو صاف و کشیده به سمت آسمون میبرید. شروع میکنید به نفس کشیدن. حالا دست راست رو داخل پای چپ روی زمین میگذارید و دست چپ رو به سمت آسمون میبرید و به آرومی زانوی پشتی رو روی زمین میگذارید. سعی کنید اگر گردن درد ندارید به سمت دستهاتون نگاه کنید. آروم دست دوم هم به زمین میرسه. هر دو تا زانوها رو کنار هم میگذارید و سینه رو کمی جلوتر از دستها و همچنین چانه رو روی زمین میگذارید. قوس کمر رو حفظ میکنید. با هل دادن خودمون به سمت جلو به بوجانگا یا کبرا میریم. دم و بازدم جاری و پس از دم و بازدم بعدی به سر پایین برمیگردیم. بین دست‌ها نگاه میکنیم و با قدم یا پرش پاها را پشت دست‌ها میبریم و در اوتاناسانا باقی میمونیم. سعی کنید پشتتون رو صاف نگه دارید و کمرتون رو گرد نکنید. دم میگیرید، به سمت بالا میان، با سمت صفر نگه میبرید و یه خم عقب کوچولو انجام میدید. به حالت تالاسانا برمیگردید. حالا پای چپتون رو با دست چپ گرفته یا در ران یا توی ساق پا قرار میدید. کف دست رو جلوی قفسه سینه نگه میدارید. چند نفس توی آسانای درخت میمونید. حالا به آرومی پای چپ رو یک گام بلند به سمت عقب ببرید. پنجه‌هاش رو روی زمین میگذارید و دست‌ها رو صاف و کشیده به سمت بالا میبرید. توجه کنید که زانوی جلویی 90 درجه خم هست. به آرومی دست چپ رو داخل پای راست روی زمین میگذارید و زانوی پشتی رو روی زمین گذاشته و دست راست رو به سمت آسمون میبرید.
نرم و آروم دست دوم رو روی زمین گذاشته و به پلانک روی کف دست میریم. سعی میکنیم شکم رو صفر نگه داریم، کمر رو گود نمیکنیم و شونه ها عمود بر روی مچ‌ها هستند. آروم زانوها رو روی زمین گذاشته و به حالت 4 دست و پا برمیگردیم و دم میگیریم. دست راست رو به سمت آسمون میبریم. آروم دست راست رو سر جاش میذاریم و توی حالت خنثی 4 دست و پا باقی میمونیم. یک بار دیگه دم میگیریم. دست راست رو به سمت آسمون میبریم و دست راست رو از بین دست و پای چپ رد کرده و شونه رو روی زمین میذاریم. به این حالت اصطلاحاً مخصوصاً هم گفته میشه. سعی کنید به کمک دست چپتون سینه رو باز کنید به سمت سقف. چند نفس دیگه میمونیم. آروم به حالت 4 دست و پا برمیگردیم و دم میگیریم. دست چپ رو به سمت آسمون میبریم. قفسه سینه رو باز نگه داریم. اگر گردن درد ندارید به سمت سقف نگاه کنید و آروم دست چپ رو سر جاش میذاریم. یک بار دیگه دم میگیریم و دست چپ رو به سمت آسمون میبریم. قفسه سینه باز و با بازدم بعدی دست چپ رو از دست و پای راست رد میکنیم و شونه رو روی زمین میذاریم. به کمک دست راستتون قفسه سینه باز باشه و آروم به 4 دست و پا برمیگردیم. برای حرکت بعدی میخوایم آرنج هامون رو جای کف دست هامون قرار بدیم یا اصطلاحاً به روی ساعد هامون بیایم و سعی کنید با دست ها به سمت جلو قدم بزنید تا جایی که سینه و شونتون روی زمین برسه. برای بعضی هامون این حرکت سخته و ترجیحاً میتونیم پیشانی رو روی زمین بگذاریم. دست‌ها رو صاف و کشیده نگه داریم. بازم به سمت آسمون و چند نفس می‌کشیم. آروم آروم از حرکت خارج میشیم و به حالت 2 زانو روی زانوهامون میشیم. اگر اینجا زانو درد دارید و 2 زانو نشستن براتون سخته، میتونید به صورت 4 زانو یا سیدآسانا بشید. توی 2 زانومون کف پای راستمون رو جای زانوی راست قرار میدیم. سعی میکنیم که پشتمون رو صاف نگه داریم. دم میگیریم، دست رو میکشیم آسمون و به سمت راست میچرخیم. دست راست پشت کمرم روی زمینه و دست چپم داره کمک میکنه که بیشتر بپیچم. آروم به سمت مرکز برمیگردم و از فاصله بین 2 پا یکم به سمت جلو خم میشم تا جایی که لگن بلند نشه و نگاهم رو میکشم به سمت زمین. سعی کنید کف پای جلوی حتما به متن ببرید. آروم به سمت مرکز برمیگردم و جای پاها رو عوض میکنم. دم میگیرم، دستا رو به سمت آسمون میکشم و به سمت چپ میپیچم. نگاهم رو به سمت پشت سر نگه میدارم. به کمک دست راستم بیشتر توی پیچم عمیق میشم. آروم به مرکز برمیگردیم. به کمک دست ها کمی به سمت جلو خم میشم. آروم به سمت بالا برمیگردیم. لگن رو روی زمین میگذاریم و پشتمون رو کاملا روی متن رها میکنیم. برای پیچ بعدی جفت زانوها رو توی شکم میکشیم و جفت زانوها رو به سمت راست روی زمین قرار میدیم. سعی کنیم فاصله بین ساق و ران 90 درجه نگه داریم.
دست‌ها به سمت طرفین باز و نگاه رو به سمت چپ میبریم. آروم پاها رو به سمت مرکز برمیگردونیم و دوباره پاها رو توی سینه نگه می‌داریم، به سمت چپ برده و روی زمین می‌ذاریم و این بار نگاه رو به سمت راست میبریم. مراقبت کنید که شونتون حتما روی زمین باشه و از روی زمین بلند نشه. آروم به سمت مرکز برمیگردیم و برای ریلکسیشن و شباسان‌های آخر کلاس آماده میشیم. پاها رو به سمت ترمت میفرستیم، دستا کنار بدن روی زمین و کف دست‌ها رو به آسمان. آروم چشمامون رو میبندیم و برای لحظاتی بدن رو با آماده میکنیم. به سمت راست بدنمون قلط میزنیم و اگر دوست داشتیم میتونیم زانوهامون رو بغل کنیم. با چشمان بسته به کمک دستهامون به حالت نشسته میایم. دستا رو روی زانوها رها میکنیم و یه دم عمیق میگیریم. آروم بازدممون رو رها میکنیم. کف دستا مقابل قفسه سینه و با رها کردن سر تمرین رو تمام. نماسته. یاد داشته باشید حرکات پیچ به شما در گوارش و هضم غذا خیلی کمک میکنه. اگر این ویدیو رو دوست داشتید میتونید منو سابسکرایب کنید برای ویدیوهای بیشتر.